بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عبدالله هستم از آذربایجان. آقا عبدالله از آذربایجان، بفرمایید. حال شما خوب؟ الحمدلله. خیلی وقت میخوایم زیادتت کنیم، متاسفانه توفیق نمیابیم که بتونیم باهاتون صحبت بکنیم. من در خدمت شما هستم برادر بزرگوار، الله مطالب ستون آقای کنه. تاج سری، من کوچک شما هستم، زنده باشید. کوچک تک تک شما زحمت کشان هستم. یک گله کوچکی داشتم. بفرمایید. درباره این ابن مالک خواهش میکنم، ازت خواهش میکنم اجازه بهش ندید این بیاد صحبت بکنه. باش. ممنونم ازت. این خیلی معذرت میخوام بعد از این همه بی افتضاحی و نمیدونم توهین و فلان، با کمال پررویی باز اینا چه روی دارن که باز زنگ میزنن میان صحبت میکنن. خیلی معذرت میخوام. اینا آخر میدونم قسم بخورم این پشتونی مادر خودشو گاز گرفته. این یکی. دومندش انتظار نداشته باشید از اینا، از این تشیع، چون اینا اگر اماما را ازشون بگیرین دیگه هیچی ندارن، هیچی. درست. اینا وابسته ملت بدبخت و عوام کردن، اینا را گول زدن به وسیله این اماما. اخی اماما هم یک انسانن، یک بشر مثل ما. امام در مقابل خدا چی هست؟ والله پرک آیام نیست. درست. من نمیدونم با چه روی اینا را صحبت کنم و این ملت بدبخت چرا دنبال روی اینا باید باشن. درست. ممنونم از لطف شما که به من وقت دادی. زنده باشید. بوسم. تشکر میکنم از محبت شما. قربونت برم. هم شما هم احمد آقا که زحمت میکشن، واقعا ممنونتم. در بوسم. خدا حافظ شما. خدا نگهدارتون. تشکر از شما برادر عزیز. خدا نگهدار.